دادستان ولایت ختلان عوضجان نظرزاده گفته است که به سبب در خود محله ها اجرا نشدن مشکلات شهروندان آنها مجبور می شوند به نهادهای بالایی از جمله به خود رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کنند و این نکته را در ملاقات با کارمندان ساختارهای دولتی در منطقه کولا بیان داشته است. چون این واخوری ها را عوضجان نظرزاده در دایره چاره‌بینی های سال معرفت حقوقی انجام داده است و از مقامات خواسته است کارهایی را که می شود در محل حل کرد به انجام رسانند. عبدالحمید شریفوف رهبر خواجگی دهقانی محمد جان می گوید این انتقاد کاملا درست است و از آنهایی است که مجبور شده است به نهادهای عالی قدرت در تاجیکستان مراجعت کند. متاسفانه با گذشت خیلی مدتی که مقصد اکثریت عریضه‌های ما سراغشون با گفتی همون مقامات و رهبران مقامات میگن که سراغ عریضه گذشت یگان جواب نشد. فقط به ما وای می آمد که تابعیت شد. مثلا پروکاتور گنرالی با پروکاتور ولایت ختلان تابعیت میکنه، پروکاتور ولایت ختلان با پروکاتور منطقه کلوب تابعیت میکنه و او عریضه‌ای که در پروکاتور ناحیه شروبو داشتیم او هم به شعبه کارهای داخلی تابعیت کرده است. همون یک نمود معلومات نامه میآید تمام دیگه. ما نتیجه خطی از یگان همین مقامات نگرفتیم. ساکن ناحیه فرخار نورالله غشف شکایتش را از جماعت آغاز کرده است. از بس که در این زینه حل نشد به رئیس فرخار دادگاه ناحیه و سپس به دادستانی کل و بعدا به دستگاه اجرایی پرزیدنت مراجعه نمود. وی میگوید اگر برخورد درست و حقوقی می بود شکایت او در خود ناحیه حل شده می توانست. ایشون میره اینجا اونجا رنگ والیبال اینجا برا کمیته زمین همون ما گشتگی همش اخیرش اومد که بسود شدم که هیچ شوخی. این بار اول نیست که برخی مقامداران سخن از تمام نشدن کار ساکنان در محل میگویند. پرزیدنت هم چند مراتب در سخنرانی‌هایش برخی مقامداران را سرزنش کرده بود و گفته بود که به شکایت ساکنان رسیدگی کنند. اما افراد زیادی که به رد آزادی مراجعه کردند میگویند در همون بالاها نیز نه همیشه مشکل آنها حل می شود. نه همه وقت مردم از قانون و نقطه‌های اون درست خبردار هستند. در بسیار موارد مردم تصوراتی نادرستی حقوق و عهده‌داری‌هایشان را دارند و از قرارهای برآورده مقامات محلی راضی نبوده به مقامات بالایی به سود عالی به پروکاتور گنرالی و حتی به دستگاه پرزیدنت شکایت میبرند. کارشناس میگوید که پاسخهای بالا هم مشکلات شکایت کننده را حل نمی کند. به گفته او عریضه را برای بررسی نه به جایی میفرستند که از بالاش شکایت شده است. گاه به گفته کارشناس با مشورت مقامات بالا مقامات پایانی میتواند یگان قرار قبول کند. چون این اصول را کارشناس در مقامات پایانی یک احتیاطکاری عنوان داد. اما در سال معرفت حقوقی این صحبت‌های دادستان ولایت ختلان تا چه اندازه به مقامات محلی تاثیر خواهند کرد وقت باز نشان خواهد داد.